به تحلیل بیت کوین امروز پنجشنبه 9 مرداد خوش اومدی. من دانیال اکبری هستم و امروز اومدم بهت بگم که توی بازار چه خبره. خیلی خوب. چند تا اتفاق مهم افتاده. امروز اگر خدا بخواد میتونیم وارد معاملات اثباتمون بشیم، ارزها رو بخریم. درسته که بیت هنوز تو این محدوده رنج خودش هست، ولی دامیننس بیت داره قرمز میزنه، امروز خود بیت داره سبز میزنه. ارزی که چندین روزه برای معامله اثبات براش وایسادم بالاخره کندل سبز خودش رو زد. اگه تحلیل روزهای گذشته رو دیده باشید، من فقط منتظر این کندل سبزش بودم. بیت کوین کش کندل سبز خودش رو بسته، بیت کوین داره سبز میزنه، دامیننس بیت قرمزه، نشون دهنده اینه که مارکت سعودیه و ارز داره خریده میشه. ببینید USDT نزولی، یعنی پول ها از حالت استیبل از لحاظ تتر داره تبدیل میشه به ارزهای مختلف. ارز خریده میشه باهاش. چه ارزهایی داره خریده میشه؟ بیت کوین خریده نمیشه. درسته که بیت سبزه، اوکی، اما دامیننس بیت نزولی. یعنی چی؟ یعنی با اینکه بیت داره خریده میشه اما بیشتر از بیت کوین دارن آلت کوین ها خریداری میشن. بیشتر از بیت کوین دارن آلت ها خریداری میشن. پس این نشون دهنده اینه که آلت کوین ها سعودی ان. کندل سبزشو بسته بیت کوین کش. BCH BTC پیر BTC بیت کوین کش رو ما تو همین بایننس بیاریم بالا، این هم سبز داره میزنه به طور کلی. اوکی، میشه یک معامله اثبات اینجا داشت بالاخره با این حد ضرر و با این تارگت. این هم تارگت اولم. رو تارگت اول من 25% همیشه از معامله هم میبندم. کندل سبزشو بس. این معامله رو همین امروز من باز میکنم، اثباتشو. اینا رو مد نظر داشتم برای شورت، ولی گفتم برگردم که مارکت برگرده، که برگشت. ولی ما امروز بالاخره میتونیم یه معامله اثبات داشته باشیم. وقت خرید رسید بالاخره وقت خرید رسیدش. اوکی، پس یه معامله اثبات اینجا ما داریم. این داستان اثباتمون شد برای امروز. و فیوچرز توی تایم فریم 4 ساعته میبینیم از کدوم کف به کدوم سقف داره میاد. داریم از این کف به این سقف میاییم. اوکی، پس ما باید توی تایم فریم 1 ساعته یک روند اینجوری داشته باشیم، یک سقف و کفای بالاتر این شکلی داشته باشیم. اوکی، 1 ساعته رو باز میکنیم، میبینیم که بله یک سقف و کفهای بالاتر این شکلی داریم. دامیننس بیت چی میگه؟ دامیننس بیت نزولی میگه. خود بیت سبز میگه، یعنی مارکت سعودیه. مارکت سعودیه. تایم فریم 1 ساعته روند سعودیه. اما آلت کوین ها بیشتر سعودیان. ما باید ببینیم چه ارزی پیر BTC سعودیه. راستی برای معامله دیروزم اینجا یه معامله شورت داشتم روی BNB، تارگت خورد. یه معامله شورت هم روی ویف داشتم، اینم تارگت خورد. اینها البته این ریسک ریوارد بهتری به ما داد. چون حالا اینا رو پاک کنم، برای روزهای گذشته است. اینم همینطور. اما خب برای معاملات فیوچرز هم چیکار میکنم؟ اینم یه همیشین داستانی داره مثل بیت کوین، ولی به تارگت خودش رسیده. ویف چطوری؟ در چه حاله؟ این یه روند بهتری رو داره به نظر من. اگر پیر BTC شو ببینیم، اوه فوق‌العاده است. ببین بیت کوین سعودیه، یه روند سعودی داره تایم فریم 1 ساعته. دامیننس بیت نزولیه. یعنی چی؟ یعنی ارز داره خریده میشه، مارکت سعودیه، ولی آلت کوین ها بیشتر خریداری میشن نسبت به بیت. توتال سه رو میبینیم که بله همینو میگه به ما. باید دنبال یه ارزی بگردیم که پیر BTC سعودی باشه. میزنیم ویف BTC، میبینیم که اوکی ویف پیر BTC سعودیه.
سبز میزنه. خیلی خوب، اتفاق خوبیه. ما میتونیم تو تایم فریم 4 ساعته از این کف به این سقفی که داره میاد یه روند صعودی که داره رو بگیریم. این موج صعودی رو از این کف تا سقفش در نظر بگیریم. میشه اینجا. حد ضرر تارگت. معامله میتونه به این شکل باز شه. اینم تارگت اول 25% روش بسته میشه. شرایطی که داره برای معاملات فیوچرزمون اینه، معاملات اسپاتمون هم شد به این شکل. این اسپاتمون، اینم از فیوچرزمون. اگر از دست دادی این معامله رو به هر دلیلی، روند بعدی رو داشته باش. حالا شاید این بیاد یه دونه این شکلی حرکت کنه. خب خدا رو شکر، چه بهتر. من اینجا وارد میشم با این حد ضرر. اوکی، زیر این کندل میذارم حد ضررم. اگه اینجا قرمز ببنده بعد دوباره یه سبز بزنه، حد ضررم میاد اینجا، نقطه ورودم میاد اینجا. بهتر میشه اصلا. خب ولی اگه این موج از دست دادی تو این موجو بگیر، موج بعدیشو بگیر. اینجا وارد شو با این ما حد ضرر با این تارگت. اوکی، اینجا وارد شو با این حد ضرر و با این تارگت. اگه این موجو از دست دادی، اگه این موجی که الان میخوایم بگیریم از دست دادی، این موجو بگیر. خیلی خوب، پس فقط منتظر این نباش. اگه اینو از دست دادی چند ساعت بعد تحلیل منو دیدی، این موجو بگیر. این یکی موجو. سیگنال دادم، تحلیل دادم، نقطه ورود دادم برای اثبات برای فیوچرز. امروز مارکت لانگ، حواستون باشه. چنل حتما سابسکرایب کنید و منتظر تحلیل‌های بعدی باشید. هر روز تحلیل داریم به جز جمعه ها.